سلام، من حامی هستم. امیدوارم روزتون خوب باشه. خدمتتون بگم که امروز می‌خوایم در مورد فیبوناچی صحبت کنیم. دو تا از فیبوناچی هایی که ما امروز در موردش صحبت می‌کنیم، فیبوناچی رترسمنت و فیبوناچی اکسپنشن یا سه نقطه‌ایه. حالا سریعتر بریم روی نمودار که اونجا راحت‌تر می‌تونیم روی این فیبوناچی رو صحبت کنیم و نقاط مهم هر فیبوناچی رو براتون من میگم روی نمودار. خب ما الان اومدیم روی چارت. اگه توی تریدینگ ویو وارد قسمت فیبوها بشیم، گزینه اول فیبوی رترسمنت و گزینه دوم فیبوی اکستنشن یا سه نقطه‌ای یا اکسپنشن که این ما الان روی این دوتا فیبو باید بحث کنیم که توی اون استراتژی مهمی که می‌خوایم ازش پوزیشن بگیریم و حالا کسب درآمد بکنیم، این دوتا آیتم خیلی مهم هستن. یکی حالا من میخوام توضیحشون رو بدم، شیوه استفادهش رو توی قسمت استراتژی خدمتتون میگم. فیبو رترسمنت رو حالا اگه بخوایم استفاده بکنیم، وقتی روش کلیک میکنید، اگه توی یک روند صعودی ابتدا و انتهاش رو بگیرید، نقاط مهمش نقاط 382 نیم 618 و 782 هستش و از بین این 4 تا نقطه نیم و 618 نقاط مهمتری هستن که انتظار برگشت ما توی وقتی اصلاح میکنه یک روند صعودی، انتظار برگشت توی نقاط نیم تا 618 رو بیشتر داریم. مثلا ما الان توی این روند صعودی ابتدا و انتهاشو انتخاب میکنیم و همینطور که میبینید وقتی این حرکت انجام شده، اصلاح انجام شده، این نقطه نیم، این نقطه 618 توی این محدوده تقریبا روند اصلاحی تموم شده و ادامه روند صعودی انجام شده. رو لایو بازارم هستیم. خب این در مورد فیبو رترسمنت که توی استراتژی ما استفاده خواهد شد. فیبوی سه نقطه یا اکسپنشن من اینجوری توضیح بدم. اگه این روند صعودی باشه، این اصلاحی باشه، این اصلاح این روند صعودی باشه و این ادامه حرکت این روند صعودی باشه، ما برای تعیین کردن نقاط هدف از فیبوی اکستنشن یا همون سه نقطه استفاده میکنیم. حالا ما انتخابش میکنیم. ابتدای سه نقطه رو ما باید برای فیبوی سه نقطه ای انتخاب کنیم تا بتون اهداف رو به ما معرفی کنه. نقاطی هم که باید انتخاب کنیم، یکی نقطه ابتدایی، نقطه‌ای که بعد از اون اصلاح انجام میشه، و پایان نقطه اصلاح رو وقتی کلیک کنید شما این نقاط رو دارید. حالا من این نقاط رو خودم از توی ستینگش انتخاب کردم که این سه تا نقطه رو به من بده. چرا این سه تا نقطه، این سه تا خط رو به من میده؟ چون برای تعیین کردن اهداف فیبوی سه نقطه‌ای یا حرکتی که میکنه یک قیمت، ما به این سه تا نقطه یا سه تا خط نیاز داریم. یکی محدوده 1 تا 272 هست که یکی از تارگت های ما میشه توی حالا استراتژی که میخوایم بگیم، و هدف دوممون، تارگت دوممون 1.618 میشه که با این فیبو میتونیم اهدافمون رو توی این استراتژی مشخص کنیم. حالا برای اینکه بتونیم این خط ها رو توی فیبو سه نقطه انتخاب کنیم، روش کلیک میکنیم، علامت چرخنده رو میزنیم. حالا اون وقتی شما باز میکنید همه اینا تیک خورده و همه خط ها فعال هست، یعنی بدین صورته و احتمالاً بک‌گراند هم داره. خب این خیلی شلوغه دیگه، یعنی گل منگولیه و شلوغه. ما بک‌گراندش رو برمیداریم، نقاطی که نیاز داریم فقط فعال میذاریم باشه، چون که به فیبو سه نقطه‌ای هستیم، می‌خوایم اهداف رو مشخص کنیم، اعداد زیر 1 رو نمی‌خوایم. 1.618 نقطه خیلی مهمیه برای ما، تارگت دوممون در اصل، و عدد 1 یعنی محدوده 1 تا 1.27 هم چون تارگت یکمون هست هم روشن نگه می‌داریم. وقتی اوکی بزنیم این سه تا خط رو برای ما روشن میکنه. حالا اگه بخواید خطر بیشتر ادامه بدیم میتونید انتهاشو بکشیم ولی روی محدوده قیمتیتون باشید. این دوتا فیبوی بود که ما نیاز داریم برای استراتژیمون و
روی چارت هم حالا توضیحش رو دادیم. امروز فیبوها رو هم روشون کار کردیم و با این دو تا ابزاری که تا حالا یاد گرفتیم، یعنی واگرایی و این دو فیبو، در قسمت بعدی که در مورد استراتژیمون هست ما شروع میکنیم به مشخص کردن حد ضررمون، نقاط ورودمون و نقاط هدفمون، که حالا نقطه هدفمون و نقاط هدفمون رو امروز تقریبا تو فیبوناچی اکسپنشن یا 3 نقطه‌ای خدمتتون گفتم. امیدوارم مفید بوده باشه براتون این جلسه. هم روز خوبی داشته باشی، جیبتون پرپول. سابسکرایب و لایک هم فراموش نشه. متشکرم.